است. چرا نسبت توجیک و توجیکستانی کرده شده است. каромат Шарифов мегӯяд ҳукумати Русия нафақа ва имтиёзҳои давлатиашро ки 20 сол боз аз он баҳраманд буд қатъ кардааст. دیروز اولای من با Сбербанк روسیه برای گرفتن نفقه که در دسترسی доверенность است از روز دوم داده میشود. دیرم شده باشه پس از روز دوم داده میشود و با وی گفتن که از 1 января 2019 نفقه به نام شوهر شما منع شده است. سببش تو شما از وین کمیساریات حربی روسیه پرسید. بعدتر ما معلوم کردم فهمیدم که در حقیقت در قرار سودی لوبریتسکی اولین سودی که 2017 گذاشته بود اونو امروز پیشنهاد دادن که این شهروندی کرامت شریف گرفته شد. مقامات روس قطع نفقه‌اش به اخراجش از آن کشور ربط دادند. رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در روسیه میگوید از روی سندهای بین دو کشور در حالت اخراجش هم میتواند نفقه‌اش را دریافت کند. امروز زیادی کارمندان دولت تاجیکستان نفقه گیرن از روسیه. در آنجا بغیر از نفقه وقتی گرفته میشه که کمیساریات حربی کاغذ پیشنهاد میکند با ТСЖ که товарищ که жилищный комплекс با ТСЖ. در آن حالت پیشنهاد میکند که 50% که بوده نسبت کمونالی اینم برداشته شود. каромат Шарифов که در ساختارهای نظامی روسیه کار کرده است در یک سال یک مرتبه می توانست از استراحتگاه‌های دولتی استفاده کند. همسرش هم حق طبابت و استراحت رایگان را داشته است. каромат Шарифов می‌خواهد حق پایمال شده خود را از طریق سازمان‌های بین المللی طلب کند. ما نسبت کمیسیون نزد پرزیدنت با شهروندی مراجعت میکنیم. سپس با کمیته по правам человека اوندا مراجعت میکنیم. رئیس جنبش مهاجران کره تاجیک در روسیه روز 13 دکبر سال 2017 از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. سبب اخراج شریفوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه گفته شد. روسیه بعد این شهروندی каромат شریفوف را بیکار کرد و حالا او به گفته خودش یک شخص بدون سند شهروندی است. شریفوف اخراجش از روسیه را کار یک گروه منفعت‌دار دانسته است که حمایت پیوسته او از حقوق مهاجران به آنها نمی‌فورید. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.